درود بینندگان نکته سنج. این لحظه ما و شما آید زندگی نامی مردم شرفمند محله نواباد ناحیه بوقی ولایت تاشکند نقل می‌نماییم. خدا و به عدد شکر که من همین زمان ما حاضر جدا هم تیز من همین محله به چند سال باز تاجیک‌ها، ازبک‌ها، قرغیزها هم استقامت میکنیم. همه ما اهل، همه ما با رفت آمد کرده، خدا عنده شده. من همین وطن ما ازبکستان با استقامت کرده استادیم. این با به عدد شکر. خلق ما مهنت کش، زحمت کش خلق. من همین مشا خلقش 63 سال باز استقامت میکنم. اینا به من رهبر شدیم. اینا فقط مهنت، پس مهنت. من همینجا چول ملک بود، هیچ گپ نبود. توقعی ناباب زمین ها آباد کرده، من هم تو جنت مکان جاها کردم. این خلق بارون مهنت کش خلق نیست. شکر که همین دولت ما هم خیلی شرایط کرده است که ما بیملال ایرکن یمن مهنت کرده. من هم خیلی جنت مکان دولت به استقامت کرده استادیم. رحمت پرزیدنت راههای ما حاضر کشاده شده که بیملال رفته تاجیکستان با میریم، دیگر مملکت ها رفته استادیم. این بیم به عدد شکر. آره، ساکنان این دهه زیبا منظر با چاروه‌داری، باغبانی، آبچکاری، زنبور عسل پروری، هنرمندی شغل می‌ورزند. هر یک غیر از کسب اساسی وقت خالی در آبادی منزلی زیست پیش بردن سطح زندگی سهمی مناسب می‌گذارند. من عشقم برمی تاکم، انگور و سیب و باغ مهرم هست. یک چی میگو؟ یک شبخی زفخی من هست در باغبانی. برای همین 4 سال پیش همین کاشته بودم 3 نمود. با یک نمود دیگه آوادی آورده بودیم نمود طایفی. 4 سال بعد این حاصل به در آمدن. این حاصل مهنت کنی خدا خود نو میشد. برای کش خدا میتیاد. کدام نمود توی انگور هستی؟ انگوری کشمیش است، طایفی است، حسینی است. با یک نمود نوی اطلس است. 4 نمود پرورش کردیم خدا خواهد با از این طرف با باغ نام میکنیم خدا خواهد با مجاب. درخت‌های سیب کی شنوندگی؟ این 4 سال هم این همش برابر 4 سال شد شنوندنم من. سال 3 به حاصل دادم آمدن اینا. حاصل 9 سالیم. ما این با کمتر اشلاف دادن در کار اون طرفش کارش نبودن. مهر دادن در کار. اینجا نه فقط شما یک باغبان، یک دهقان هم هستید که میبینم آبچکاری هم برای گذاشتگی. مردم اکثر کارکرتوشکای و محصولات‌های پالیزی رو از خود زمینشان میگیرن. البته ما در یک سال 2 حاصل 3 حاصل میگیریم. حاصل یکم تا اجاش دوباره میکاریم، تکراری میکاریم. بعد وقت سیم زمستون میکاریم. حاصل نو میگیریم. از زمین درست استفاده میبریم. البته زمین‌های خالی نمیمونه. یک وجه خالی نمیمونه. از شمین بعد روزگار آباد میکنیم خدا خواهد. محیط سالم عائله، تربیت درست فرزندان از آستانه خاندان معلوم است. همه جا سرانجام و سرشته. ما در خانه 25 قطی زنبور عسل داریم. این سال باریشات سال آمد، سال دیر میشدن که به همین 10 و 15 ایول به میشدن که وای عسل. گردهای حاضر در مکه جهار کشتی احوای میگیرند. بعد در پخته میگیرند. عسل حاضر پخته دوسته عسل پخته. بعد مکه جهاری دوسته عسل. بعد خوری ینتاق دوسته عسل. من حاضر عسل آوردیم، عسل خامه ای. بعد 10 روز 15 روز خدا خواهد پیچت میشد. پیچت گفتی که عسل میبرم پر میشد پیچت میشد. همه عسل مهم میگیریم.
کدبانوهای دهه در پخت و پس هم بهترینند. اینچنین هر یک هنری را از خود نموده است. کرپه و کرپچه دوزی. همچنین کورت دوزی را قریب همه زنها می دانند. قراق دوزی و گل دوزی باشد. این از دستان سحر آفرین و آرزو و امیدهای صاف و بی‌غبار خانم‌های زیبا، بانوهای نازنین نواباد نشانه است. من با همین نبیره هم در تعطیل تابستانه هنرهای همه قدیمه را آموزش دادم که برای آینده خودشان از هم برای اینها میراث مانند. دوام دهنده کسب بیبی و باباهای همه چیز خود شوند که در جایی که هنرمندی کردی عائله تنگ، عائله پیش میرد، زندگی خوش میگذرد، هم حرمت اما دیار خود میشوی با هنرمندی خود. هنرمندی کن گفتن نه در بندی. برای همین من تابستانه برای همین نبیرگانم را جمع کرده تمام همین نازکی های هنری قدیمه را حال ملچه بافی هم یادداشت دادم که همه از بین نرود. گلدوزی هم انا کرتچی گلدوزی را خودم دوخته انا اینا را فرمیدم، اینا را من یاردم داده که پگه همه هنری هم قراق دوزیه هم گل نقش دوزی را یاد گیره. آدم یک هنر نه گفته به یک آدم 40 هنر کم است. با پخت و پز، رو به چین خانه، همه کارها نبیرگانم یاردمه میدین. ما از این نبیرگانم بسیار خرسند هستم که با چنین نبیرگانی برای خودم یاردمچی وای کردم که با در این سهم کلین هایم هم بسیار شکر خدا کلین هایم همین هنر را یاد گرفته برای همین دوام داشت شد. یعنی همین هم روزگارم پیشرفت شده از همین زیادیش را برده با می فروشن و برای روزگار خود اهل دل آورده زندگی را پیش برسونیه. هم دختران نواباد هم ماشون همین هنر میدانند. همش میدونن، همش میدونن، هر کس با به چیز خود است. ما همین وقتی که پیش شپنگه ها به دم میگرفتن در همه دمگیری کار صحرای کرده با آمده با در وقتی دمگیری همه هنرهای قدیمه را استفاده میبردیم. شما از کی یاد گرفته بودید این هنر؟ من این هنر از همه مادری پیرم که اول آدم 85 ساله او آدم همه قراق میدوختن. بیبی هم نقش دوزه بیبی هم یاد گرفتم، قراق دوزه مادرم. چند ساله بودید خاله جان؟ من همانجا صنف 2 بودم. صنف دویم به همه دوختن شب دستی ماشینا را قپیدگی از خاطرم نمیره که من بیبی هم میفتن که هر یک همین نقشی که تو دوختی عمر دراز میشود. من همان گپ را گرفته همین در گجای یک تا همین لطپاره میقلتید همون را جمع کرده آورده عمرم دراز میشد. گفته خرسندانه میدوختم که به چیز کودکی خودم با ندانیم که اینها برای همه در کار بدن. برای حال عروسات تمامی همین مردم همین قشلاق اگر میگوین من برای خانه عروسان همین نقشه ها را دوخته میدیم. این حق زیبی خانه دان. هر یک خانه که قراق دارد اصرافی خانه حتی همه کرته همه انجام هایی که توزه هستن شالکه لطپاره گرفته با قراق شو میجن نمیگوین اول نشود اونا را باید به شکلی نه به حیات نه رنگ زنده چون میکنیم ما اونا را هر یک صرف کرد اویله را به یک نو کردن نه با به هر یک چی اویله را پیش بردن در که ازبکستان سرزمینت پرسخاوت پرشرف رفته است آوازه ای تو هر کجا و هر طرف
عالمیان دیدن ای کشوری من از تو نب. فخرمندم من از این رو ازبکستان شاد باش. رودکی و البخاری یسوی و نقشبند، ابن سینا هم علوق بگ عینی فرزندی تو اند. نام تو بالا ببردند و برند امروز چند. بهر آبادی خلق خیش باز آباد باش. زیر خاکت کان گنج و روی آن پر نعمت است. پختزاری بیکناری شهرتاری ملت است. آب و نانی تو مرا از دور دریا قیمت است. شاد باش شاد باش ای کشوری آزاد مردان شاد باش. خلقها این دم به تو گردیده بسیار و قرین. روبرو گردیده گویند ازبکستان آفرین. در مقام رهبری کار مردان را ببین. ازبکستانی مقدس تا ابد آزاد باش. زفرده تا بگردان رازی تاجیک، بیا بنشین شنو آوازی تاجیک. پس از چند به خاموشی شنیدم، برآمد عاقبت آوازی تاجیک. در حقیقت حال قدر انسان نه با مال و زر است، قدر انسان با علم و هنر است. مردم این دیه خیلی با یکدیگر به مراسا به قدر یکدیگر میرسند، به یکدیگر مهر دارند، محبت دارند. اذیت عرف و عادت ها در هیچ جا مانند اینجا نیست. برای چی؟ اگر من توی کنم خلق همجهت با یکدیگر آش پخته تقدیم میکنن، تمنای یکدیگر کرده، همه را خوش آمده میکنن. نور دیده تاج سر شما به توی ما مرحمت. در میان ترک و روسم به ننگ و آر و ناموسم. من خوشبختم که تاجیک ازبکستانیم. هر یک شخص در این جنت مکان آرزو دارد که بیاید و ازبکستان بغرش کشاد، همه پیشواز میگیرد، دلش کشاد. برای آنکه شما نمونه باشید، کارگر باشید، عائلتان نزد باشد، مرحمت بید و با فراغت به نقدی استقامت کنید. گفتی حتی شما هم خرسند شوید، دولت این فقط بهره میبرد و خلاص. قروتابه یکی از طعام‌های ملی ما به شمار می رود. دو نمود این طعام ملی را در این محله تیار می کنند. یکی در هوای سرد آماده می سازند که از قروتی تاب داده در آب و روغن داغ داده با نان ریزه استعمال می کنند. دیگر قروتی در آب گرم تاب داده شده، پیازی در روغن داغ داده شده، نان ریزه و سبزه و بادرینگ و پمیدار موافق تب گرمداری هم همراه می کنند. هر یک کدبانوی نواباد
نامپذی حقیقی است. ما این خمیرهای توی مراسم ها را اساساً زنان صاحب تجربه خمیر میکنن این نوع توی را. و اگر خمیر فطیر باشد تماما فقط از شیر و روغن می شود و از یک تغاره کلان 8 تا 10 تا زباله می گیرند. توی مراسم ها برای به مزه آمدنش بسیارتر از خمیر ترشه محلی استفاده می بریم. در دهه هم در تنور نام پزد همه صاحب تجربه است. لیکن وقتی که توی شد با همون کدبانوهای بهترین جغ میزنیم برای زیباتر آمدن آنها. الان دستتون گی نماز چکچه اینو از کدام درخت گرفته شده این چوبی کدام درخت؟ همین از درختی سیب گرفتم من. سیب گرفته؟ تراشیدم. برای چی استفاده برده میشه؟ برای نان کووک شدن. این نان را کووک میکند دیگه. هواش میبرد. این دم نمیزنه در تنور. نغز میپزد. نغز میپزد. مغزش میپزد. که هوا که اینجا برآمده میرود نان سخت نغز که میپزد خمیر شده نمیماند. باز از کدام درخت شاخش استفاده برده میکن برای چکیچ؟ از این بهیر میشه. درخت بهیر. وای چونکی درختی سخت است، چوب سخت است، از توت هم میشه. چیزی باشد که وای سخت باشد یا چوبش شکسته نرمد. مغزی این در چوب در خمیر نماند. همه زنو همه خیلی چک استفاده میبرن در نواباد؟ همه خیلی میکنه. این نغز است که این بادش به همه هواش به همه برآمده میرود این میایسته. این از قدیم از ماماها یاد گرفته که شما همه چیزه؟ این از مادرم آموختم. و همیشه اولاد با اولاد همه خیلی چک ساخته استفاده بردن گذشته می‌گذاشتن. ساکنان این دهه با تقاضای قسمت سال 1962 از دهه مسجح جمهوری تاجیکستان کوچ بستند. در مدت این 60 سال این مکان را آباد کردند، مهر دادند و همچون وطن زادگاه آباد کردند. رفت و آمد با خویشاوندان ادامه دارد. ما از مسجد کهنه از تاجیکستان عزیز اومدیم و همین مهمانی همین درگاه همین خشت بارو برای کلین کنی همین درگاه اومدیم. شکر خدا که ما چند سال دهما رها عذاب کشیدیم. برای رفتن اومدیم همین دیه مانده، برای پدر مادر همین اکا دودرمون عذاب میکشیدیم. شکر همین وطن همین پرزیدنت ها که ما به همین روز نصیب گردونده. اومدن امروز نصیب کرده در این روز توی دودر همین خدا نشتیم. 100 بار شکر که دایم همین آسمان صاف باشد، کبوتر در هوا پرواز کند. شکر همین دهقانا نوش نعمت دایم فراوان باشد، تن صحت دل جمع متدلوی. شفقت مرزایف که ما رو به همین روز رسانده. همین درگاهی قدر مادر میبریم مشروع میکنیم. همه خیلی خرسندی میکنیم. اکی توی دار دولت بسرد 100 سال شود گلکی سرد. اکی توی دار دولت بسرد 100 سال شود گلکی سرد. در نواباد امروزه که ساکنانش نامی زادگاهشان را میخواهند زرفشان میهند، در حقیقت حال زرفشان است. عرف و عادت، عنعنه‌های ملی، آیین‌های با خودخاصی اجدادان و اولادان در شکل پررگی میراث شده است. مردمی با آر و ناموس و شرفمند این منزل همیشه مهمانان را خوش میپذیرند. با آداب و اخلاق و هنری والایی ملی و خودخاص. چندین خوراک‌های قدیمی ملی، هنر و صنعت، لباس‌های ملی، همزمان خصلت‌های خاکساری، سخاوت پیشگی، قدردانی و قلب پاک این مردم با مرور زمان تغییر نیافته است و این حالت برایم همیشه جالب است. نواباد، محل آباد، باغ فردوس، مکانی آدمانی پاک و نیکسریشت است. تا باد چنین بادا. دختری
تو باد